سلام، من النا هستم و این کانال النا تاروت هستش. این فال احساسیه. میتونید نیت کنید برای شخصی که دوستش دارید، چه باهاش در ارتباط هستید، بودید یا هر چیز دیگه. این فال عشقیه. میتونید ویدیو رو استاپ کنید و نیت کنید. خب عزیزای دلم، پیغامی که این کارت ها به من میدن رو من برای شما میخونم. امیدوارم وقتی که روی این ویدیو میذارید که این وقت برای من بسیار با ارزشه، امیدوارم برای شما هم مفید باشه. عزیزم، شما رو میبینم که خیلی قوی هستید. کسی که باهاش در ارتباط بودید یا هستید، بین شما بسیار جنگ و دعوا کشمکش بوده و شما سعی کردید با عشق از خودتون، از حیثیتتون، از عزت نفستون دفاع کنید. ببینید، شما خیلی بی‌حوصله هستید. این کارت به من پیغام میده که به شما بگم شما باید وقتتون رو الکی هدر ندید. وقتتون رو صرف کارهای مفید و به درد بخور بکنید. اینجوری هست که کائنات به شما هدیه میده. این هدیه میتونه ایده خوب باشه، میتونه عشق تازه‌ای باشه که وارد زندگیتون بشه، میتونه هر چیز دیگه‌ای باشه، هر کار دیگه‌ای باشه. مدتی بود که شبا دلتون خیلی شکسته بود و نمیخوابیدید و ذهنتون خیلی درگیر فکرهای جور و جور و منفی بوده، ولی یه مدتی از این فکرها و استرس خلاص شدید. از این بیخوابی خدا رو شکر که خلاص شدید و قلب تیکه تیکه‌تون، قلب شکستتون مدتی التیام پیدا کرده. شما و فرد طرف مقابل شما، کسی که براش نیت کردید، توی رابطه های زیادی هستید. یعنی اون با چند نفر هست، شما هم همینطور. برای همین انتخاب براتون سخت شده و دشوار. و اینجا به من پیغام میده اگه دوتاتون اینجوری ادامه بدید که هی جوگل کنید، اون با چند نفر هست، تو با چند نفر هستی و انتخاب براتون سخت میشه، اینجوری رابطتون سمی میشه و عشق بینتون مثل چی میمونه؟ اصلا این عشق نیست. عشق نمیمونه بینتون، عشق از بین میره. به شما میگه در مورد این نیتی که کردید، برای شخصی که نیت کردید، به شهودتون توجه کنید، به شهودتون اهمیت بدید. از طریق شهودتون تصمیم بگیرید. و میگه که اگر شما دوتا روی این رابطه به خوبی کار کنید، تلاش کنید، کوشش کنید هر روز، خب اینجوری انتخاب براتون راحت و آسون میشه و دلتون نمیشکنه و استرس نمیگیرید و رابطتون اگه انرژی منفی توش باشه، انرژی شیطانی توش باشه، خارج میشه بینتون و اینجوری هست که رابطتون به این شکل میرسه، معجزه آور میشه و بالانس میاد توی رابطتون. امیدوارم از این انرژی خوانیم لذت برده باشید و براتون پر از معنا و به درد بخور بوده باشه. دوستتون دارم. خدا نگهدار.